بچه یه مرور خیلی سریع و تون داشته باشیم به همه مباحثی که تا اینجا با هم داشتیم و یه ذره همه حرفای قبلی رو به هم بچسبونیم. اول داستان با این شروع کردیم که ساختار نقدینگی لو های، لو هایر های، ادامه حرکت و برعکسش. این اولی موضوعی بود که بررسی کردیم. موضوع بعدی در رابطه با این بود که معمولا پشت های اول ما FVG می‌بینیم. در مورد این FVG ها صحبت کردیم. در مورد این صحبت کردیم که معمولا در این های اول چه اتفاقی میفته که باعث میشه که های دوم رخ بده و حالا اون قصه طلا و نقدینگی و همه اون داستانا. بعد از این های به عنوان FTR استفاده کردیم. قرار شد FTR رو توی چارت مشخص بکنیم چرا که بعداً باهاشون کار داریم و رسیدیم به اینجای قصه. در مورد این موضوع هم صحبت کردیم که معمولاً دراپ اولی که اتفاق میفته، در واقع این حرکت معمولاً ریتریسی به ناحیه 50% نداره، حرکت به صورت اینفیشنت. اینفیشنسی و افیشنسی رو هم گفتیم که حالا اگه دوست دارین از عبارات اختصاری استفاده کنین معمولاً به این صورت نشونش میدن که inefficient price action یا efficient price action که همون اپا و ایپا خیلی چیز مهمی هم نیست دیگه. همون که بگیم آقا تعادل قیمت در حالت کارا یا در حالت تعادل قرار نداره برای ما کافی بود. چرا در واقع چرا از این های تا این لو رو داریم اندازه میگیریم؟ چون میخوایم این ریتریس رو بررسی بکنیم که ببینیم حرکت افیشنت هست یا نیست. من میبینم بعضی از بچه‌ها مثلا میان اینو اینجوری میذارن روی این لو، بعد میگن این که برگشته به افیشنسی. خب این طول این لگ در واقع ریتریسش میشه این حرکت. اگر شما میخواید این ریتریس رو اندازه بگیریم شما باید این لگ رو اندازه بگیریم. این هم یه موضوعی بود که چند جا داشت اشتباه پیش می اومد. در مورد همه اینو صحبت کردیم. بعد گفتیم که آقا معمولا این FVG یک چیزی رو از چپ داره ایگنور میکنه که این FVG داره در واقع به ما اون ایگنور رو نشون میده. جلوتر توی صحبت‌ها که رفتیم من اینو پاک کنم، رسیدیم به اینی که یه گره‌ای معرفی کردیم تحت عنوان فلگ لیمیت و حالا FTR رو صحبت کردیم، فلگ لیمیت رو صحبت کردیم، DP رو صحبت کردیم. در مورد فلگ لیمیت ها گفتیم گره هایی هستن که با بیش از 50% خودشون قیمت رو هولد میکنن. برای این گره ها فلگ لیمیت یه جای درست معرفی کردیم. فعلا فقط به صورت حدودی این جای درست رو در مورد ناحیه‌اش حرف زدیم. تو این جلسه می‌خوایم بریم دقیق‌تر بشیم روی این موضوع که یک جای درستی برای اینها وجود داره. برای بعد از این که در واقع فلگ لیمیت شکسته میشه، تو جلسه پرسش و پاسخ به یه سری مشکلات برخوردیم که دیدیم بعضی وقتا داره این اتفاق میفته که اون هم زمانی که مبحث این گلف رو بهش برسیم در موردش مفصل صحبت میکنیم که از کجا من اصلا باید این موضوع رو بدونم که در واقع بعد از اینکه اولین بار پشت افل زده میشه من نگیرمش و دفعه دوم باید بگیرم که گفتم آقا یه بخشش برمیگرده به این مفهومی که در آینده قراره در موردش صحبت کنیم که مربوط به این گلف بودن این لو میشه. یه بخشی از موضوع هم مربوط به داستانی میشه تحت عنوان پاس که هنوز به پاز هم نرسیدیم، در موردش صحبت نکردیم. هر زمان برسیم اونجا کامل این اتفاق رو متوجه میشیم که چرا داره رخ میده. فعلا ما در مورد فلگ لیمیت ها یک همچین انتظاری رو در واقع خواهیم داشت که گفتیم این کینک اول بعد از شکستم گاهی وقتا قیمت رو یک مرتبه هولد میکنه. این هولد کردنش ممکنه خیلی سریع باشه، یعنی شما به این حالت ببینینش و بلافاصله که از فلگ لیمیت میره بیرون برگرده داخلش و بیاد هولد رو انجام بده، نهایتا قیمت حرکت کنه به پاز جدید نفوذ انجام بده، بعد برگرده واسه برداشتن جای درست و حرکت کنه. برای این اتفاق چند تا مثال خیلی قشنگ توی بعضی ژورنالا بود که یکی نوشته بود من اصلا باورم نمیشه که مثلا تو ویکلی این دراپ و این رالی رو من تونسته باشم با یه تشخیص جای درست جفتش رو فهمیده باشم. و خب مثال قشنگی بود و یه اتفاق عجیب غریب بود. یعنی انقدر این دوتا لگ شارپ بودن که این مقدار ترسناک میشد ماجرا. پس در مورد این موضوع، در مورد فلگ لیمیت ها، کاربرد فلگ لیمیت، از این موضوع حرف زدیم که حالت وارونش رو هم من رسم بکنم.
که قرار شد این اتفاق بیفته، بعد بازار حرکت کنه و ما شاهد این اتفاق باشیم که این هم ناحیه فلگ لیمیت. بچه جای درست هم با باکس رنگی قرمز و سبز نشون میدیم دیگه. اگر ناحیه سل قرمز، اگر ناحیه سعودی، از باکس رنگی من استفاده میکنم. پس الان چند تا باکس رو تعریف کردیم. FTR که داخلش داریم مینویسیم، با باکس تو خالی نشونش میدیم. FVG رو با باکس زرد رنگ داریم نشون میدیم. افیشنسی و این افیشنسی هم که داریم، این افیشنسی رو هم که داریم با فیبو اندازه میگیریم. بچه چشمی هم شما نگاه بکنید مشخصه یک حرکت ریتریسی که داده 50% لگ و پوشش نداده، یعنی حتما لازم نیست همیشه فیبو دستتون باشه و بندازین و ببینین که اینجوری شده یا نه. این با چشمم قابل تشخیصه که این نصفه برنگشته و در واقع پشت این سطح و زیر این سطح همچنان نقدینگی وجود داره. این در رابطه با این موضوع، در رابطه با فلگ لیمیت ها هم صحبت کردیم که آقا یه ناحیه 60% پایینش رو فعلا همینجوری بپذیرید که اونجاست و بعد بریم دقیقش کنیم و درستش کنیم و یه جای بهینه‌تر و بهتری براش پیدا بکنیم. این در رابطه با این موضوع ها. اینم فلگ لیمیت. و نکته‌ای که الان می‌خوایم اضافه بکنیم اینه که از این به بعد هر جا ما دیدیم که یک حرکتی در واقع این های لو هایر های لو کامل شد و برگشت جای درستش، ترو ساپلای اند دیمندش رو برداشت، از این به بعد ما این لو رو به عنوان لوی محافظت شده قراره در نظر بگیریم و با PHL نشونش میدیم، در واقع protected high and low، که حالا چه های باشه چه لو باشه به این صورت میخوایم نمایشش بدیم. و این لوی هستش که الان انتظار داریم از این لو در آینده محافظت بشه. تا چه زمانی محافظت میشه؟ طبیعتاً تا زمانی که قیمت از سمت مقابل به تارگت برسه. این حفاظت از این لو از چه نظر برای ما حائز اهمیته؟ اینو جلوتر بریم برامون ماجرا شفافتر میشه، چرا که ما میخوایم دیگه روی اینا ممکنه هر اتفاق این شکلی رو به این دلیل که ما یه جای پروتکتد های اند لو داریم بخوایم ادامه مسیر رو باهاش ترید بکنیم. پس این های هم تحت عنوان های محافظت شده یا لوی محافظت شده قرار در مورد صحبت بکنیم و این های محافظت شدهمون هر زمان که قیمت ازش عبور بکنه طبیعتاً برای ما یک معنا بیشتر نداره، اینه که قیمت از سمت مقابل حتما به تارگت رسیده و احتمالاً این در واقع رد شدن این لو و های محافظت شده به معنای این گلف هست. یه ریتریس وجود داره، تا کجاست فعلا در موردش بحثی نداریم و نهایتاً انتظار رد شدن قیمت از اون ناحیه رو خواهیم داشت. پس فعلا الان چیزی که اضافه کردیم در مورد حفاظت از در واقع های لوی هستش که برگشته و جای درست رو برداشته. این خلاصه مباحثی بود که تا اینجا با هم پیش رفتیم و یه نکته دیگه هم در مورد در واقع دی پی صحبت کردیم که گفتیم آقا دی پی در واقع همین جای درسته و برای اینکه ما بتونیم این ناحیه‌مون رو دقیق‌تر بکنیم، بخوایم ورود دقیق‌تری اینجا بگیریم، معمولا قبل از شکسته شدن اینها یک کینک اینجا برای ما تشکیل میشه. این کینک در اکثر قریب به موارد اتفاق FTR هست و در واقع اینها تبدیل به دی پی نشدن، ولی بعضی مثالا رو هم توی جلسه رفع اشکال با هم دیدیم که تبدیل به دی پی شده بود و در صورتی که اینها FTR باشن طبیعتاً لوی اینها و هانت اینها فوق‌العاده جذاب میشه برای انتخاب به عنوان نقطه ورود. یعنی توی همین ناحیه 60% که ما داریم و فعلا تقریبی اگر یه FTR گیر بیاریم در واقع زیر اون لو خیلی 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 جای خوبی هست برای ترید کردن. پس کینکی که قبل از شکست داره تشکیل میشه فعلا تحت عنوان FTR برامون، مگر اینکه بتونیم اثبات کنیم که خود این کینک برگشته و جای درستمون رو برداشته، که تو این جلسه حالا بیشتر می‌خوایم در مورد جای درست صحبت بکنیم که نیاز هستش که یک نوع دیگه از فلگ لیمیت ها، یکی از زیر مجموعه های فلگ لیمیت ها تحت عنوان RSFL رو بشناسیم که این RSFL بنا به این که در کجای قیمت داره قرار میگیره ممکنه اسامی متفاوتی ما بهش اطلاق کنیم، ولی همچنان مفهوم همون مفهوم ثابته و ما داریم در واقع آرس رو به این دلیل که داره جاهای مختلفی تشکیل میشه اسمای متفاوتی بهش اطلاق میدیم. پس شیوه پیدا کردن یه تعداد زیادی از فلگ لیمیت ها در آینده یکسانه و خیلی آنچنان تفاوت و تمایزی نسبت به همدیگه ندارن، صرفاً بنا به این که کجا دارن قرار میگیرن ممکنه یه مقدار اسامیشون تغییر بکنه. فعلا ما توی این جلسه میخوایم در مورد آرس صحبت بکنیم و آرس رو جاهای مختلف نشون بدیم. بعد توی جلسات بعدی
بیایم بگیم که حالا اگر آرس فلانجا قرار گرفت، حالا این اسمو براش میذاریم به این دلیل که میخوایم یه تمایزی بدیم و یک مفهوم جدایی ازش اراده بکنیم، ولی شیوه شناسایی و همه چیزشون تقریبا یکسان. خب در واقع پس به صورت کلی ما 3 تا گره معرفی کردیم: DP، FL، FTR و گفتیم بنا به شرایط شکل‌گیری DP و FL و FTR نوع شکل گرفتن در واقع این ساختار تامین نقدینگی ممکنه 1000 جور تغییر و تفاوت داشته باشه. برای مثال قبل از شکست یک کینک هست، این کینک اگر FTR باشه که در واقع هانت میشه، DP زیر اینجا قرار گرفته و تو دل جای درست ما قرار داره که جای درست رو از چپ باید پیدا بکنیم. کاری هست که این جلسه می‌خوایم انجام بدیم. در صورتی که DP تبدیل به در واقع FTR تبدیل به DP شده باشه که خب DP داریم، حالا شکست یک فلگ لیمیت به ما میتواند فلگ لیمیت بدهد، میتواند FTR بدهد. در چه صورت تبدیل به فلگ لیمیت میشود؟ در صورتی که برگرده و جای درست رو برداره. برای مثال اگر این کینک FTR باشه و این لو برگرده این هانت رو انجام بده، الان شما با یک فلگ لیمیت دیگه مواجه هستید و حالا این لو برای شما پروتکتد پایان لو در نظر گرفته میشه که در صورتی که این اتفاق بیفته طبیعتاً دیگه انتظار داریم این دفعه فلگ لیمیت بتواند قیمت رو هولد بکنه و در صورتی که برای مثال این کینک FTR تبدیل به DP شده باشه، FL برگرده و جای درست رو در واقع DP رو برداره، طبیعتاً دوباره واکنش داخل فلگ لیمیت خواهد بود. در صورتی که فلگ لیمیت به DP نیاد و در واقع این FTRی که اینجا هست تبدیل به DP شده باشه، طبیعتاً واکنش توی DP هست. پس شرایط میتونه خیلی 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 متفاوت و متنوع بشه، اما قوانین ما همچنان یکسان هستن. چیزی که برامون حائز اهمیته اینه که ابتدا جای درست رو اینجا به دست بیاریم، بعد از اینکه جای درست رو تعیین کردیم بتونیم تشخیص بدیم که آیا اینجا با یک FTR مواجهیم یا با یک DP مواجهیم. در صورتی که با یک FTR مواجه بودیم طبیعتاً هانتش بهترین نقطه ورود برامون هست. و یه داستانی هم داریم در رابطه با این کینکی که بعد از شکست فلگ لیمیت تشکیل میشه که در صورتی که برگرده و جای درست رو برداره. چرا از عبارت جای درست دارم استفاده میکنم؟ چون این DP در واقع این کینکی قبل از شکست تشکیل داره میشه ممکنه همچنان FTR باشه، پس ترجیح میدیم همیشه از این عبارت جای درست استفاده کنید و طبیعتا خودتون تشخیص میدین که اگر این FTR جای درست رو برداشت الان DP و ادامه داستان دیگه خیلی حالا نیاز به پیچیده کردن ماجرا نداره. یه جای درست وجود داره و هر کینکی که ورش داره تبدیل میشه به پروتکتد های اند لو، در واقع لو و هایی که داره ازش محافظت میشه. طبیعتا اگر ما یه های لو محافظت شده پیدا بکنیم میتونیم در اون کینک نواحی به دست بیاریم که برای ترید خیلی به ما ریسک ریواردهای بهتری میدن. در صورتی که های لو محافظت شده نداشته باشیم برای زمانی که این کینک میخواد بیاد تشکیل بشه، شاید یه مقدار آربارمون به نسبت در واقع حالتی که اینجا این کینک ها هر کدوم فرق نداره، اینا تبدیل به های لو محافظت شده بشن یه مقدار بدتر بشه که آنچنان هم تاثیرگذار نیست. ولی اگر اینها در واقع به اون صورتی که گفتیم در بیاد، فوق العاده اون موقع آربار متفاوتی در اختیار ما قرار میده. خب من یه مثالم در واقع حالا خیلی سریع از این اتفاق و کل داستانش نشون بدم که به چه صورت خواهیم داشت و معذرت میخوام اینا رو همچنان با ادبیات ICT اینجا روی چارت من مونده. FVG بای سایت لیکویدیتی که الان در واقع میدونیم همون FTR و سپلای دیمند فیک. چرا سپلای دیمند فیک؟ چون چند تا برخورد دارم میبینم. موضوع اول، موضوع دوم اینه که قیمت تا انتهای در واقع این فلگ لیمیت نفوذ کرده، پس اینها برای من تبدیل به سپلای دیمند فیک میشن و حالا دیگه با این وجود این بای سایت لیکویدیتی هم میدونیم طبیعتاً این های برای ما های FTR هست، خیلی حالا اسمش تفاوتی نداره. ناحیه FVG اون پشت که واضحه. طبیعتاً ممکنه بگین آقا یکی این وسط هست چرا اینو در نظر نگرفتی؟ اینا خیلی از اهمیت نیست دیگه. تو تایم بالاتر در واقع اینجا کامل چون FVG بوده اینجوری انتخاب شده. حالا اومدیم تو تایم پایین چیزای متفاوت می‌بینیم، اینا رو اجازه بدین که سر فرصت همه رو در موردش صحبت کنیم و بیایم پایین اینا که در واقع حالا این نواحی هیچی، در واقع صحبت برمیگرده به
من اینا رو همه رو با ادبیات خودمون بکنم. السکینگ. خب اینجا یه نوع اگر دقت بکنیم، ما قبل از اینکه این شکست اتفاق بیفته، قبل از اینکه این های زده بشه، ما اینجا چند تا کینک داریم که میتونیم از اونها به عنوان دی پی یا اف دی آر استفاده بکنیم. خب یه صحبت دیگه هم که داشتیم این بود که زمانی قیمت معمولا برمیگرده برای کامل کردن ساختار نقدینگی که سقف جدید ثبت میکنه. یعنی قبل از رد شدن سقف معمولا کینکی تشکیل میشد که از اون کینک به عنوان دی پی یا اف دی آر نام میبردیم، تلقی میکردیم و بعد از اینکه قیمتی های جدید ثبت میکرد یا به عبارت دیگه وارد فاز بعدی میشد، اون زمان برمیگشت و در واقع اختیار خودش رو اف او میکرد و به حرکت خودش ادامه میداد. خب اگر حالا نخواهیم در مورد مباحث جلوتر صحبت بکنیم، صرفا بدونیم که جای درستی این پشت برامون وجود داشته، من داخلش هم نرم ناحیه در بیارم، فقط همینجوری از اون فیبوی همیشگی بخوایم استفاده کنیم که فکر کنم دوباره برعکس هم کشیدم. خب در واقع این کینکی که اینجا مشخص کردیم که فعلا همین جای درست آنچنان نمیشناسیم و نمیتونیم تعیین بکنیم که این واقعا اختیاره یا نه، ولی همین که این در واقع کوچیک بودن و جمع و جور بودن و ایناشو میبینیم، طبیعتا این شک برامون وجود داره که اینها هنوز اختیار هستن، جای درستا برداشته نشده. چیزی که خلاصه داستان اهمیت داره اینه که من اگه بتونم اختیار رو تشخیص بدم، در واقع این هانت این اختیارها میتونن برای من نقطه ورود بهینه‌تری به نسبت در واقع خود اون بازه‌ای که برای جای درست داریم در نظر میگیریم در اختیارمون قرار بدن و آربار بهتری در اختیارمون قرار میدن. در واقع اینم حالا از اون مثالی که گفتیم که کینگ های قبل از شکست در اکثر موارد به صورت اختیار وجود دارن و بعد از اینکه قیمت در واقع سقف جدید میزنن وارد فاز بعدی میشه، برمیگرده و اینا رو اف او میکنه برای اینکه حرکت خودش رو ادامه بده. خب این کلیت داستان. من این شماتیکا رو فکر کنم توی یورو کشیدم. برگردیم روی یورو. خب این خلاصه صحبتامون طی این جلساتی بود که با هم داشتیم و حالا این جلسه می‌خوایم بریم سراغ یک مفهوم دیگه‌ای، در واقع یک نوعی از فلگ لیمیت‌ها تحت عنوان RSFL. تا اینجا مفاهیمی که ما شناختیم، ما اومدیم در واقع در رابطه با ماهیت حرکت صحبت کردیم که بحث تعادل و عدم تعادل بود. بعد در رابطه با در واقع اون ساختار یا فرمیشن لیکویدیتی بود، حالا چه بگیم لیکویدیتی استراکچر چه بگیم لیکویدیتی فرمیشن. و بعد از اون رفتیم در واقع در مورد کینگ ها صحبت کردیم که خود کینگ ها رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. در مورد اختیار صحبت کردیم، FL رو صحبت کردیم و DP رو صحبت کردیم و حالا الان می‌خوایم بیایم FL رو به صورت دسته‌بندی شده در موردش صحبت کنیم. فعلا اولین نوعی از FL که می‌خوایم تو این جلسه باهاش صحبت کنیم تحت عنوان RSFL میشناسیم و یا ممکنه تحت عنوان RSK که مخفف همون RS King هست در موردش صحبت بکنیم. ادامهش رو هم که قرار جلسات بعد رو بهش بپردازیم. خب بریم سراغ RSFL یا RS King و ببینیم که به چه کینکی ما
RS میگیم. قبل از اینکه ما در مورد در واقع گره حاصل از شکست SNR صحبت بکنیم که چه سطوحی بعد از شکسته شدنشون به ما فلگ لیمیت میدن که این فلگ لیمیت های حاصل از شکست سطوح SNR برای ما تبدیل به FL میشن، اینه که ما باید اول خود ساپلای در واقع خود ساپورت اند رزिस्टنس رو بشناسیم. برای اینکه ما بتونیم همیشه ساپلای اند دیمند و ساپورت اند رزिस्टنس رو خودم جابجا استفاده میکنم، برای اینکه بتونیم در واقع سطوح ساپورت اند رزिस्टنس رو تعیین بکنیم. این کار سخت ما در پیش نداریم، کافیه به تایم بالا مراجعه بکنید و به صورت خیلی چشمی و راحت و دقیق شما میتونید یک عالمه در واقع ساپورت اند رزिस्टنس توی چارت ببینید. طبیعتاً هر چقدر که این ساپورت اند رزिस्टنس ها مربوط به تایم بالاتری باشن، طبیعتاً ریتریس یا واکنشی که به گره حاصل از شکست اون سطوح داده میشه برای ما متفاوت تر میشه. خب برای مثال من چه سطوحی رو الان میتونم اینجا مشخص بکنم؟ الان من اینا رو با یه لاین مشخص بکنم. خب آیا اینجا یک سطح ساپورت اند رزिस्टنس وجود داره؟ بله 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 بله. اینجا برخورد رفته پایین. بله این حوالی حدوداً برخورد رفته بالا، این حوالی حدوداً اومده پایین و من الان یه سطح ساپورت اند رزिस्टنس پیدا کردم. آیا من اینجاها سطح ساپورت اند رزिस्टنس دارم؟ بله خب واضحه که اینجا یه سطح ساپورت اند رزिस्टنس وجود داره، ولی این سطح رو میتونم با یه خط نشون بدم. حالا فعلا من از این خط استفاده میکنم تا جلوتر بریم و همه این خطوط رو سعی کنیم که بهترش کنیم. خب پس ساپورت اند رزिस्टنس خیلی معقوله سختی نیست، خیلی به سادگی پشت هم تون همینجوری میشه ساپورت اند رزिस्टنس توی چارت پیدا کرد. ولی طبیعتاً خنده‌دار اگه بگیم که ما قراره با ساپورت اند رزिस्टنس ترید بکنیم، طبیعتاً که هیچ کاری ما به ساپورت اند رزिस्टنس نداریم، صرفاً مفهومش رو باید بشناسیم برای اینکه بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب یه نکته‌ای که از این به بعد توی تعیین ساپورت اند رزिस्टنس می‌خوایم در نظر بگیریم اینه که جایی که به عنوان ساپورت اند رزिस्टنس در نظر می‌گیریم ترجیح می‌دهیم که های یا لوی جدید ثبت کرده باشه. یعنی اگر در واقع این دو ناحیه رو بخوایم در نظر بگیریم، از این لو به عنوان ساپورت اند رزिस्टنس شاید استفاده نکنیم، چرا که این لو سقف جدید ثبت نکرده اما این های لوی جدید ثبت کرده. پس این ساپورت اند رزिस्टنس برای ما حائز اهمیت بیشتری داره به نسبت در واقع ساپورتی که این پایین وجود داره. این رزिस्टنس این بالا برای ما مهمتر خواهد بود. نکته دیگه هم که برامون وجود داره اینه که زمانی که شما با چرخش‌های قیمت مواجه میشین، معمولا قبل از اینکه چرخش اتفاق بیفته یک سطح ساپورت اند رزिस्टنس قبل از چرخش شکل گرفته، یا به عبارت دیگه لوی وجود داره که قیمت رو به بالاترین های ممکن رسونده. اون لو برای ما ساپورت اند رزिस्टنس بسیار بسیار مهمی هست که هرچی جلوتر بریم در واقع با این شکل از ساپورت اند رزिस्टنس ها بیشتر می‌خوایم آشنا بشیم و بیشتر ازشون استفاده بکنیم. پس با این تعریف ما هر رفت و برگشتی که در قیمت داشته باشیم، چه در این پیوت قیمتی که قیمت اینجا چرخیده، چه در این پیوت قیمتی که این قیمت اینجا چرخیده، لوی اینجا وجود داره که قیمت رو به بالاترین های ممکن خودش رسونده و اینجا برای ما یک سطح ساپورت اند رزिस्टنس ساخته. بذاریم من اینو این بر واضح تر رسمش کنم. پس یه سطح ساپورت اند رزिस्टنس معمولا اینجا وجود داره برامون و جایی هم که قیمت میخواد به چرخه معمولا یک سطح ساپورت اند رزिस्टنس وجود داره. پس چیزی که بیشتر از همه ما داریم دنبالش میگردیم در واقع لویی هست که قیمت رو به آخرین های خودش رسونده و یا هایی هست که قیمت رو به پایین ترین لوی خودش رسونده.
و این ساپورت رزिस्टنس هایی هست که ما بیشتر از همه باهاشون کار داریم. خب یه تعریف دیگه هم که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم در رابطه با در واقع نوایی هستش که قیمت وارد بیس میشه، وارد رنج میشه، وارد محدوده‌ای میشه که داخلش گیر میفته و مثلا یک همچین حرکتی، حالا هیچ وقت یه همچین حرکت اینجوری خوشگل توی چارت ما نمیبینیم، ولی من همینجوری حالا یه چیزی رسم کردم و جایی که این رنج شکسته میشه، جایی که رنج شکسته میشه، طبیعتاً در این ناحیه ما میتونیم یک ساپورت در نظر بگیریم و بگیم که اینجا یک ساپورت شکسته شد. چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که یک رنجی تشکیل بشه و اون رنج بشکنه. معمولاً به علت شکست رنج های قیمتی کینکی تشکیل میشه که میتواند RSFL باشد. پس به علت شکست رنج به وجود میان RS ها، به علت شکست رنج به وجود میان RS ها، در واقع ساپورتن رزिस्टنسی وجود داره که داره میشکنه و فلگ لیمیت حاصل از شکست رزिस्टنس هم ساپورت تشکیل میشه و در ابتدا ما در واقع گره حاصل از شکست این سطح ساپورتن رزिस्टنس رو به عنوان FTR در نظر میگیریم و اگر توانستیم ثابت کنیم که این FTR به جای درست خودش برگشته است، آنگاه طبیعتاً طبق قوانین قبلیمون ما این های رو به عنوان پروتکتد های میتونیم در نظر بگیریم، های حفاظت شده در نظر بگیریم و حالا انتظار داشته باشیم که داخل این کینک بتونیم ناحیه‌ای پیدا بکنیم برای اینکه قیمت رو نگه داره. پس اگر یک رنج تشکیل شد، دو رنج شکسته شد، بعد از شکست رنج کینکی تشکیل شد که به جای درست برگشت، با در نظر گرفتن این شروط گرهی که به دست میاد برای ما RS کینک یا RSFL خواهد بود. حالا خیلی تفاوتی نداره که در واقع حالا چه بهش بگیم RS کینک چه بهش بگیم RSFL، ولی هر جا که در واقع نوشتیم RS و دیگه از این عبارت FTR استفاده نکردیم، یعنی که رفتم و ثابت کردم که این های به جای درست خودش برگشته، پس طبیعتاً دیگه انتظار ندارم که این اتفاق روش شکل بگیره. ولی حواستون باشه که در اکثر موارد این اتفاق داره شکل میگیره و شما اشتباهاً اینو RS تشخیص ندین. دوباره با یه مفهوم جدید، حرف قبلی ایشالا که یادتون نمیره. برای مثال اگر یه فلگ لیمیت اینجا وجود داشته باشه که داره قیمت رو هولد میکنه، برای این فلگ لیمیت طبیعتاً یک جای درستی داریم. این جای درست تا زمانی که برداشته نشه هیچ RS کینکی تشکیل نشده و همچنان به حالت FTR هست. در صورتی که قیمت برگشت و این کار رو کرد، از این به بعد ما این کینک رو تحت عنوان RS کینک یا RSFL خواهیم شناخت. حالا چرا داریم در واقع این نوع از کینک ها رو متمایز میکنیم و شرایط جدا براش تعریف میکنیم و اسم جدا میذاریم؟ چون در واقع برای اینکه زمانی که میخوایم بریم جای درست رو در موردش صحبت کنیم، ما به این کینک به شدت نیازمندیم. خب گفته شد که در هر کینکی که قیمت شکل میده، هم در این بالا و هم در این پایین، معمولا ما میدونیم قیمت رالی میکنه، کپس میکنه، میچرخه، دراپ میکنه، کپس میکنه و میچرخه. پس به علت شکست این کپس ها دارن برای ما RS کینگ ها تشکیل میشن که گاهی وقتا هم FTR هن، گاهی وقتا هنوز تبدیل به RS نشدن و به صورت FTR باقی موندن، طبیعتا اونها هاند خواهند شد. پس جایی که قرار هست ما دنبال RS ها بگردیم در واقع در نزدیکی پیوت های قیمتی هست، جایی که قیمت چرخشی رو انجام بده. خب بریم چند تا مثال در واقع در رابطه با RS ها با هم ببینیم که چند تا RS با هم پیدا بکنیم و بعد اینکه RS ها رو پیدا کردیم بریم سراغ کاربردی که از RS میخوایم داشته باشیم. من برم M1 که همین امروز یورو، در واقع M1 که همین امروز دیکس باد و ببینم دیکس باد
خب بچه واضحه که من اینجا یک فلگ لیمیت دارم که قیمت ازش خارج شده، برگشته با 50% هول شده، قیمت به پایین هدایت شده. پس اگر من یک فلگ لیمیت دارم، فلگ لیمیت هم سمت راست امتداد میدادم، بعد سعی می‌کردم اون فعلا ناحیه جای درستم رو مشخص کنم. اگر قیمت برگشت و جای درست رو من برداشت، الان من با چی مواجهم؟ با یک آرس کینگ مواجهم. اینجا رنجی وجود داشته، اینجا مشخصه دیگه قیمت بیس رنج شده، اینجا رنج شکسته شده، به علت شکست رنج کینگی تشکیل شده که اون کینگ برگشته و جای درست خودش رو برداشته. پس الان من اینجا رو میتونم به عنوان یک RSFL یا RS کینگ در نظر بگیرم. طبیعتا این لو هم برای من لوی حفاظت شده هست و تا زمانی که قیمت به در واقع وظیفه خودش از سمت مقابل عمل نکنه، قرار نیستش که این لوی حفاظت شده قیمت ازش عبور کنه. پس همیشه میتواند تا زمانی که قیمت در سمت مقابل به تارگتش نرسیده، از این لو به عنوان استاپ لاس، به عنوان حالا تریل کردن و به عنوان موارد این شکلی ازش استفاده بکنیم. برای مثال من اینجا رنجی دارم که این رنج من مشخصش بکنم، این رنج اینجا وجود داره، فلگ لیمیتی که این رنج رو برای من نگه داشته به این صورت هست و اگر کینگ اینجا تشکیل میشد که برمیگشت و جای درست رو برمیداشت، من از این در واقع کینگ به عنوان آرس و کینگ حفاظت شده استفاده میکردم. حالا فعلا این آرس رو داشته باشیم، چرا که میخوایم بریم تو دلش و یه کار قشنگ با این کینگ خواهیم داشت. خب بعد از اینکه من در واقع کینگ آرس رو مشخص کردم، آرس کینگ رو مشخص کردم، مجددا میخوایم بریم تو دلش و ببینیم که همچنان میشه به همین کار ادامه داد یا خیر. که من برم تا یک. خب به صورت کلی چیزی که ما انتظار داشتیم اتفاق بیفته، یعنی اون ساختار تامین نقدینگی که از اول با هم در موردش صحبت کردیم، به این صورت بود که قیمت یه های میزنه، یه لو میزنه، یه هایر های میزنه. طبیعتا ممکنه من اینجا انتظار داشته باشم قیمت بره لو رو بزنه و از دل اینجاها به هر حال یه FVG چیزی گیر بیارم برای اینکه بگم حالا قیمت قرار هست به حرکت صعودی خودش ادامه بده. در صورتی که ما صحبت کردیم الان که اگر کینگی تشکیل بشه خودش برگرده و جای درست رو برداره، تبدیل به فلگ لیمیت میشه و دیگه این لو به عنوان لوی حفاظت شده عمل خواهد کرد و دیگه اجازه نمیده قیمت زیر این لو بره. پس از این لو میشه به عنوان استاپ لاس استفاده کرد. همچنین در واقع ناحیه‌ای که برای واکنش ما می‌خوایم ازش استفاده بکنیم، به این دلیل که این کینگ تبدیل به فلگ لیمیت شد، دیگه زیر این ناحیه نخواهد بود و اون ساختار تامین نقدینگی الان می‌بینیم که داره یک تغییرات کوچولویی انجام میده. اما همچنان اون ساختار به قوت خودش باقی هست، یعنی قیمت قبل از اینکه بالا بره اگر ببینید همچنان داره در واقع اون ساختار های لو هایر های لو رو تشکیل میدهد. اما شناسایی و تشخیص دادن اینه که کدوم لوی نقدینگیه برای من ممکنه سخت باشه. از این جهت ما دنبال لوهای پروتکتد میگردیم که کدوم لو حفاظت شده هست، کدوم لو به جای درست خودش برگشته، که ابتدا بفهمیم واکنش توی کدوم ناحیه است. بعد از اینکه اینو تشخیص دادیم، حالا اون موقع میتونیم لوهای قبلی رو در مورد اینی که حالا کدومشون لوی در واقع لیکویدیتی هستن و لویی هستن که پشتشون نقدینگی وجود داره رو خیلی سریعتر و راحت‌تر پیدا بکنیم. خب ما اگر همینجا رو نگاه کنیم، گفتیم زمانی که قیمت این بالا پیوت تشکیل میده و میچرخه، معمولا کینگ آرس داره تشکیل میشه. از پایین هم گفتیم که آقا همین اتفاق میفته، یک رنج اینجا وجود داره. زمانی که قیمت میخواد اینجا دراپ بیس رالی رو انجام بده، اینجا هم یه چرخشی داره اتفاق میفته، پس رنجی تشکیل میشه و این رنج به علت شکسته شدنش برای ما یک کینگ تشکیل میشه. الان دقیقاً می‌خوایم همون موضوع رو اینجا با هم بررسی بکنیم. خب من الان اینجا یک رنجی داشتم، به علت شکست رنج یک کینگ تشکیل شد. الان باید بررسی کنم آیا این کینگ برای من RSFL یا این کینگ همچنان یک FDR باقی مونده. الان ما اگر بتونیم تکلیف اینو مشخص بکنیم، اون موقع میتونیم اینجا رو ورود بگیریم با این استاپ و اگر این FDR باشه، طبیعتا ما زیر این لو در واقع دنبال ناحیه ورودمون میگردیم در جای درست و طبیعتا با یک استاپ متفاوت. خب
بریم بررسی بکنیم. برای اینکه در واقع این رنج تشکیل بشه باید یک فلگ لیمیتی وجود داشته باشه که این رنج رو هولد کرده باشه، که اگر نگاه بکنیم رنج اینجا وجود داره، در واقع فلگ لیمیت اینجا وجود داره که داره این رنج رو هولد میکنه. من هنوز نتونستم من اینو درست رسم کنم. خب پس من یه جای درستی پیدا کردم و دیدم که این کینگ به جای درست خودش نگشته. پس این کینگ برای من الان تبدیل به آرس نشد و همچنان افتیار باقی موند. یه جای درستی دارم، در واقع محدوده، حالا فعلا به صورت تخمینی و حدودی داریم میندازیم، محدوده 60% پایینیه، در واقع فلگ لیمیت هست. یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا اینجا به عنوان فلگ لیمیت انتخاب شد؟ چرا اینو فلگ لیمیت نگرفتی؟ که اینو یک کوچولو باید به من اجازه بدین مبحث بره جلوتر، در مورد این صحبت کنیم که ما صحبت کردیم که یه دی پی داریم، یه فلگ لیمیت داریم. معمولا فلگ لیمیت روی دی پی ساخته میشه و برای اینکه ما بتونیم شناسایی بکنیم که کدوم یک از این دو تا رو باید بگیریم، باید بتونیم در واقع دی پی بودن یا اف ال بودن رو تشخیص بدیم. چرا کینک بالای دی پی؟ دلیلش خیلی واضحه، چون قبل از شکست تشکیل شده. چرا کینک پایینی اف ال؟ چون بعد از شکست تشکیل شده. چرا این در واقع فیکوت اینجا اتفاق نیفتاده؟ چون به جای درست برگشته. لازمه برگردم چپ جای درست رو پیدا بکنم برای اینکه اینا رو ببینم؟ نه نیازی نیست، چون همینجا داریم همه اینا رو می‌بینیم و همه اینا دیگه اتفاق افتاده. طبیعتاً اینجا به جای درست برگشته شده، پس پروتکتد های بوده، پس اینجا دی پی بوده، پس کینک بعدی ما اف ال. پس یه وقت اشتباهاً در واقع این ناحیه رو به عنوان فلگ لیمیت در نظر نگیریم و بگیم این به جای درست برگشته و حالا حرکت می‌خواد انجام بشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که همینجا چیزی که داریم می‌بینیم با هم به این صورت هستش که داریم متوجه میشیم که اف دی آر ها هم در واقع دارن به یک جای درستی برمیگردن. یعنی اینا هم خیلی رو هوا نمیچرخن. جای درستی که در این کینگ وجود داره یک مرتبه داره برداشته میشه، اما چیزی که ما باش کار داریم جای درستی است که در دل اف ال ها وجود داره. پس اگر جلوتر رفتیم و حالا به یه تسلط بیشتری رسیدیم، بخشی از مسیر رو تونستیم فورکست بکنیم و میدونستیم که در واقع چه اتفاقی میخواد بیفته، برای در واقع گرفتن این حرکت شارپ که اینم حرکت کمی نیست دیگه. حالا گاهی وقتا قیمت بلافاصله بعد از این های برمیگرده و جای درست داخل اف ال رو برمی‌داره، بعضی وقتا خیلی دور میشه و بعداً برمیگرده. برای اینکه بعضی وقتا بتونیم اینا رو در واقع بگیریم و اینا رو از دست ندیم، می‌بینیم که در واقع جای درستی که در دل دی پی ها وجود داره اف دی آر برمیگرده و برمی‌داره. حالا روی این یه تیکه حساس نشیم، هنوز فعلا جای درستمون دقیق نیست و محدود است و فقط خواستم نشون بدم که این اف دی آر هم معمولاً جای درستی وجود داره که داره برش می‌داره. اما چیزی که برای ما حائز اهمیته جای درست فلگ لیمیت هست. پس فلگ لیمیت ما بنا به این دلایلی که صحبت شد اینجا قبل از شکست در واقع این کینگ تشکیل شده، پس این کینگ دی پی اف ال رو شکل گرفته. جلوتر بریم این گلف رو هم در واقع در مورد صحبت می‌کنیم که این گلف رو هم باش آشنا میشیم، ریتریس و رد شده. پس برای ما خیلی واضح‌تر میشه که در واقع فلگ لیمیت ما ناحیه پایینی خواهد بود. خب با همه این تفاصیلی که صحبت کردیم، پس ما انتظار داریم که این ناحیه برای ما اف باشه و جای درست ما اینجا باشه، پروتکتد لوی ما اینجاست. اگر خیلی میخوام در واقع استاپ سیفی بذارم، پشت های لوی محافظت شده میذارم و اگر که در واقع میخوام آربار بهتری بگیرم، طبیعتاً از خود لوی جای درست به عنوان نقطه ورود میتونم استفاده بکنم. حالا من این ناحیه رو باقی میذارم، الان کینگ رو دارم اینجا میبینم، خیلی تفاوتی نداره، در هر صورت هر دو یک جا هستن. بذاریم همین باقی بمونه. پس با این تفاصیلی که صحبت کردیم انتظارمون در واقع باید روی ناحیه پایینی باشه. پس به علت شکست رنج ها کینگ تشکیل میشه. این کینگ اگر به جای درست، که جای درست واقع در فلگ لیمیت هست نه در دی پی، این اشتباه رو انجام ندید، اگر به جای درست برگشت این کینگ برای ما تبدیل به آرس کینگ میشه و اون موقع دوباره میریم داخل این کینگ و همین کارا رو مجددا تکرار میکنیم. در صورتی که این اتفاق نیفتاده، طبیعتا این کینگ برای ما FDR خواهد بود و انتظار هاند شدنش داریم. خب FDR رو به جلو امتداد بدیم، میبینیم که یک مرتبه اینجا FDR هولد قیمت رو انجام داده. چرا این هولد داره اتفاق میفته؟ چون این بدبخت هم یک بار به در واقع جای درست داخل دی پی برگشته. این لو هم همچنان پروتکتد لو میتونه باشه و میتونه مجددا قیمت رو هولد کنه، اما در واقع گرفتن واکنشی که داخل اینها هست همونطور که صحبت کردیم خارج از تریدینگ پلنمونه و خیلی نمیخوایم روی اینا ریسک بکنیم و
در واقع خیلی علاقه به ترید کردن این ناحیه نداریم. چیزی که برامون جذاب‌تره اتفاقی هستش که بعدش میفته که این رفت آسمون. یه لحظه باش به من فرصت بدید. فکر کنم 2 تا دیتای DXY داریم، این یکی دیتامون متفاوته. نزدیک بود شرفم بریم. 2 ساعت توضیح دادم. خب بچه یادم بندازید این نکته هم در مورد در واقع این اختلاف دیتاها با هم صحبت بکنیم، چون بعضی از اینها در واقع دیتاهای متفاوتی دارن و این دیتاهای متفاوت باعث یه همچین بلاهایی میشن که سرمون در میاد. اینم مفصل بشینیم با هم صحبت کنیم. این اختلاف دیتا هم بسته به بروکرها وجود داره، هم در واقع توی بعضی از نمادها بعضی چیزا متفاوت دارن شکل میگیرن. در واقع حالا من این همون ناحیه توی DXY هست، چون این چیزی بود که همین امروز گرفتیم. الان یه لحظه برق چشام پرید که این چرا این ناحیه رو نزده. هر جور حساب کتاب کردم ببینید رسیده بود. خب این هم همون اختیاری هست که اینجا مشخص کردیم، گفتیم به جای درست برنگشته، پس این کینک برای ما اختیاره. یه واکنش داخل اینها میتونه وجود داشته باشه، چون دلیلش هم الان همش صحبت کردیم که معمولا اینو نمیخوایم و حالا جلوتر میریم در مورد اینی که از بالا هم یه سری اتفاقات داره میفته و به اون علت اتفاقایی که از سمت مقابل داره شکل میگیره تشخیص میدیم که این ریتریس تا کجا هست. اینو صحبت میکنیم. اما چیزی که برامون اهمیت داشت این هستش که این کینک تبدیل به آرس نشد، افتیار باقی موند و یه جای درستی از این چپ داشتیم که گفتیم آقا 2 تا کینک الان اینجا داریم. الان تو این دیتا چیزی که مشخصه در واقع همین شکست در واقع همین کینک بعد از شکست این لو تشکیل شده. پس الان فلگ لیمیت ما در واقع این ناحیه خواهد بود. چیزی که تو دیتای TVC دیدیم، دیتای TVC باشه تو تایم پایین خیلی اختلاف دیتا وجود داره. یعنی اگر می‌خوایم برای تایم پایین M1 استفاده بکنید از دیتای TVC حتی الامکان استفاده نکنید. دیتای capital.com درست‌تره ولی دیتای تایم بالای کمتری داره. برای تایم بالا دیگه مجبوریم از دیتای TVC استفاده کنیم. این یه موضوع دومم در رابطه با حالا همینجا که ماجراش پیش اومد در موردش توضیح بدم. روی تایم‌های پایین‌تر ما 2 تا بروکر داریم که دیتای تقریبا قابل اعتمادی ارائه می‌کنن. یکی دیتای در واقع اواندا، یکی دیتای FXCM. دیتای اواندا تو تایم‌های پایین ممکنه بعضی از هانت‌ها توش انجام نشه در صورتی که توی FXCM اتفاق میفته. پس برای تایم پایین معمولاً FXCM رو در واقع مد نظر داشته باشیم به نسبت دیتایی که اواندا داره ارائه میده. و یه بحثی هم هست که بعداً در مورد در واقع خود یورو با هم صحبت می‌کنیم، اختلافی که بین یورو و پوند و DXY به وجود میاد که اونم خاطرم یادم بندازین که حتما در موردش با هم صحبت بکنیم. خلاصه داستان ما صحبت در رابطه با RSFL ها بود و کینک هایی که به علت شکست یک سری نواحی رنج تشکیل میشن. این کینک ها در صورتی که به جای درست خودشون برنگردن همچنان اختیار باقی میمونن. از اونها به عنوان RS استفاده نخواهیم کرد و به عنوان در واقع اختیار لویی که لوی نقدینگی هست نیاز به هاند شدن داره و نهایتاً برگشت قیمت به جای درست و ادامه حرکت. خب من چند تا مثال دیگه هم در واقع از آرس تو تایم بالاتر بزنم، بعد بریم سراغ کاربرد اصلی که از آرس ها انتظار داریم. خب برای مثال اگر ما اینجا رو دقت کنیم، ما اینجا خیلی به وضوح یک رنج رو داریم می‌بینیم تشکیل شده. قیمت رالی کرده، رالی کپس اتفاق افتاده، کپس شکسته شده و قیمت دراپ کرده. خب الان موضوعی که برای ما مطرحه اینه که گره حاصل از شکست در واقع این ساپورت اند رزिस्टنس یا گره حاصل از شکست این کپس رو ما بتونیم به دست بیاریم
و RSFL رو تعیین کنیم و تشخیص بدیم که آیا ما با یک FTR مواجهیم یا با یک RSKing که من این دفعه خدا رو شکر دیگه درست رسم کردم. و چیزی که مشخصه، من اینجا یک کپس دارم، گرهی که این کپس رو نگه داشته، گرهی که این رنج رو نگه داشته این ناحیه هست و میبینیم که قیمت اینجا به جای درست خودش بر نگشته. پس حالا این فکر کنم این مثال قبلا هم با هم صحبت کردیم. پس از این ناحیه به عنوان در واقع این کینک برای ما طبیعتاً اختیار هست، کینکی که از شکست این لو تشکیل شده برگشته و جای درست رو برداشته. پس این های برای ما پروتکتد های ان لو میتونه باشه. پس من الان میتونم برم داخل این کینک و جایی که دارم دنبال واکنش میگردم طبیعتاً برای من تبدیل میشه یک ناحیه بالاتر از اینجا، به این علت که این ناحیه برای من FTR بود و اگر هم دقت بکنیم اینجا میتونیم به صورت فیک ساپلای اند دیمند هم ببینیمش. چرا این ناحیه برای ما فیک ساپلای اند دیمنده؟ به این علت که اینجا لوی وجود داشته، لوی وجود داشته، قبل از لو کینکی وجود داشته. این کینک معمولا برای ما FTR بود، هانت شدنش رو می‌خواستیم، این هانت اینجا اتفاق نیفتاده. پس حالا که این هانت اتفاق نیفتاده، این هانت در واقع این FTR، طبیعتا این های برای ما دقیقاً خود های نقدینگی خواهد بود. پس یک ساپلای اند دیمند فیک اینجا دارم، طبیعتا انتظار دارم ناحیه‌ام بالاتر از اینجا و پایینتر از اینجا باشه. چرا؟ چون این های برای من های پروتکتد شد، تبدیل شد به های لوی محافظت شده و حالا من باید در دل این ناحیه دنبال در واقع یک ناحیه بهینه‌تر بگردم که اگر پوینتر یاری بکنه به اونجا رو به من بده، که متاسفانه خیلی سریع جای درستش رو هم دیدیم برخوردش رو. من اینو بذارم بالای سطح فیکم و این کینک هم برای ما تبدیل شد به آرس، چرا که جای درست رو برداشت. RSFL خود فلگ لیمیتی هم که کپس رو هولد کرده بود رو هم با هم مشخص بکنیم یه بار دیگه. خب مجددا الان اینجا یه بحث دیگه پیش میاد. چرا این کینک به عنوان FL در نظر گرفته نمیشه؟ چرا نمیگم این داره قیمت رو هولد میکنه؟ چرا بالاییشو گرفتم؟ دوباره اگر ما این های رو در نظر بگیریم، این کینکی که داریم می‌بینیم قبل از شکسته های تشکیل شده. پس این کینک برای ما DP هست و DP چون به جای درست برگشته، FL طبیعتاً روی DP نشسته و حرکت ادامه پیدا کرده. اگرم همینجا هم داخل اینجا هم ببینیم، در واقع اون کمکی که از FTR ها میگیریم به این صورت اینجا می‌بینیم که رخ داده و پس با این تفاصیل این کینک پایینی برای ما DP هست. این اشتباه دوباره اتفاق نیفته، این ناحیه رو نگیرین جای درست اینجا درارین استاپ بخورین بعد این گلف بگیریم بعد همه فاجعه های پشت سر هم رخ بده. خب پس من ناحیه جای درست خودم رو پیدا کردم و صحبت کردیم که چه زمانی که قیمت رالی کپس دراپ انجام میده و چه زمانی که دراپ کپس رالی انجام میده، در هر دو حالت SNR های اینجا قیمت وجود میاد که در واقع این کپس رو دارن هولد میکنن. قیمت داره یک فلگ لیمیت اینجا وجود داره که باعث میشه که این لو به بالاترین های این گره برسه و یک فلگ لیمیت هم باید وجود داشته باشه که باعث میشه این های به پایینترین لو برسه. پس این در واقع دو تا کینکی هستن که برای ما در آینده حائز اهمیت میشن و اون ناحیه جای درستی که الان با هم صحبت کردیم که گفتیم آقا ما میایم کینک‌ها رو در نظر میگیریم، یه ناحیه 60% در واقع دورش رو داریم در نظر میگیریم. الان میخوایم در مورد این صحبت کنیم که در واقع همین RSFL هایی هستن که داخل خود فلگ لیمیت قرار دارن. حالا هرچی بریم جلوتر من سعی می‌کنم مثالای بیشتری بزنم، ولی فعلا این در واقع جای درست این FL رو ما اینجا نگه داریم و بریم جلوتر. که البته کاش تایم پایین به من میداد، من خود RSFL رو میتونستم انتخاب کنم، RSKing رو میتونستم انتخاب کنم.
خب اگر دقت کنیم قیمت اینجا رفته بالا، اینو اومده پایین، اینو رفته بالا، پس اینجا یه ساپورت اند رزिस्टنس وجود داره. کل این کینکی که شکل گرفته، کینک حاصل از شکست یک ساپورت اند رزिस्टنس. با توجه به این ریتریس دراز و طولانی هم که داده، طبیعتاً مشخصه که تبدیل به در واقع جای درست رو هم برداشته و تبدیل به اون هایولو پروتکتد شده. ولی گفتیم تا چه زمانی از این حفاظت میشه؟ تا زمانی که قیمت از سمت مقابل به تارگت خودش برسه. بعد از اینکه قیمت به تارگت رسید، طبیعتاً یه حفاظتی از این های وجود نداره، هرچند که می‌بینیم چند بار هم اینجا ریتریس اتفاق افتاده که در مورد این ریتریس ها بعدن که برسیم به مقوله اینگولف با هم صحبت می‌کنیم. پس اگر من بخوام برای در واقع این ساپورت اند رزिस्टنس یا آر اس کینک مشخص بکنم، میتونم در واقع از این ناحیه استفاده بکنم و ای کاش تایم پایین‌تر داشتیم، میتونستیم بریم تو دل این ناحیه و یه جای بهینه‌تر و بهتری پیدا بکنیم. ولی فعلا همین آر اس کینک رو ما امتداد بدیم به جلو و این همون جای درستی هستش که کلا ما داریم دنبالش میگردیم. خب پس به صورت خلاصه یه بار دیگه با هم مرور کنیم چه اتفاقی افتاد. تا اینجای کار ما با هم صحبت کردیم که یک فلگ لیمیت قیمت رو هولد میکنه. بعد از اینکه فلگ لیمیت شکسته شد، معمولا در برگشت اول ناتوان از بازگشت به جای درسته و قیمت به حرکت خودش ادامه میده. یه نکته خیلی ریزی هم الان اینجا با هم صحبت کردیم که در واقع مربوط به این موضوع بود که این افتیار اولی، بذاری من پاک کنم از اول بکشم که دقیق تر گفته باشم. هرچند که بچه خواهش میکنم ازتون نرین روی این نکته فوکوس کنین، زوم کنین. در واقع این چیزی که داریم صحبت میکنیم فقط صرفا برای درک کردن رفتار قیمته، وگرنه توی ترید کردن کار خیلی ریسکیه که در واقع این خود لوی افتیار رو هم بخوایم ترید بکنیم. ولی صحبت کردیم که یه سقف اینجا وجود داره، قیمت قبل از سقف یه کینک میسازه. این کینک هم میتونه افتیار باشه، هم میتونه دی پی باشه، ولی حالا ما فعلا شرایطی در نظر میگیریم که تبدیل به دی پی شده. قیمت این کارو میکنه، میره بالاتر، برمیگرده، افل هولد میشه، اینجا کپس اتفاق میفته. حالا من چند تا هایولوی نزدیک به هم میکشم، خیلی هم اهمیتی نداره دیگه. قطعاً که اینا این شکلی نیستن، یا این کار رو کرده، این هانت آخر رو کرده، یا در واقع این هانت رو انجام داده و چرخش اتفاق افتاده. طبیعتاً به خاطر در واقع این کینک برای ما دی پی هست. این کینک برای ما فلگ لیمیت اینو در نظر نگیرین، چون دیدم بعضی توی ژورنال این کارو کرده بودن. در واقع این کینک دی پی و افتیار اولی که به جای درستی که در مورد در واقع جای درست داخل افل صحبت می‌کنیم بر نمیگرده، در واقع داره این کاره رو انجام میده و این تشکیل افتیار میده. و فلگ لیمیتی که کپس رو هولد کرده، قیمت برمیگرده و جای درست رو از اینجا برمی‌داره. حالا رفتیم صحبت کردیم در مورد جای درست. پس مرحله اول این شد برای ما که ما بتونیم یک کپسی رو شناسایی بکنیم، یک چرخش قیمتی، یک رالی بیس دراپ رو بتونیم شناسایی بکنیم. بعد از اینکه همه این اتفاقا افتاد، طبیعتاً اجازه میدیم قیمت ابتدا یک مرتبه برگرده جای درست توی دی پی رو برداره که تبدیل بشه به افتیار، حرکت کنه. بعد از اینکه همه این اتفاقا افتاد، اون زمانی که من دنبال ترید کردن جای درست در واقع هستم، چون من میبینم که مثلا توی ژورنال ها قیمت اومده اینجا یه پوینت زده بیرون از دل افل، توی این برگشت بچه‌ها دنبال جای درست رو گرفتنشن و میبینن که این اتفاق داره میفته. مثلا قیمت میره بالاتر و به یه چیزی بالاتر که در دل این نواحی همچنان نواحی در واقع ترو ساپلای اند دیمند های باقی مونده، قیمت داره میره اونا رو برداره. شما اینجا در واقع انتظار ترید دارین و اون استاپ شکل میگیره. پس اجازه بدین تمام این فرمیشن اتفاق بیفته، بعد دنبال ترید کردن جای درست باشید. برای جای درست هم اومدیم گفتیم که خب پس من فلگ لیمیت رو ابتدا پیدا میکنم بر اساس اینکه یک رنج رو هولد کرده
و اینجا برای من چند تا اتفاق میفته. یا آرس کینگ تشکیل میشه، یعنی همین کینگ برمیگرده و جای درست داخل فلگ لیمیت رو برمیداره که اگر این اتفاق افتاد من آرس کینگ دارم، هیچ جای نگرانی نداریم. یعنی اگرم قیمت همون اول اومد جای درست رو برداشت هیچ اشکالی نداره، آرس کینگ هست و شما بعدا میتونید با خود آرس کینگ ترید کنید. پس لازم نیستش که در واقع همیشه دنبال این باشین که من دقیقاً اگر از کجا اومد من میتونم اینو بگیرم. شما اجازه بدین این فرمیشن اتفاق بیفته، یا با این حالت مواجهین یا قیمت یه ضرب این کینگ رو تبدیل به آرس کینگ میکنه که اگر این شد بعداً توی آرس کینگ میریم در واقع دنبال ناحیه برای ترید هستیم، و اگر تبدیل به آرس نشد و همچنان افتیار باقی موند که شرایط برای ما خیلی بهتره، همه چیز نزدیک به همون چیزی هست که انتظار داریم. پس با همه این توضیحات ما دی پی رو شناسایی می‌کنیم، اف رو شناسایی می‌کنیم، تشکیل رنج رو شناسایی می‌کنیم، اجازه میدیم ساختار شکل بگیره. بعد از اینکه همین اتفاق افتاد من حالا توی همون ناحیه 60% بالایی که قبلا با فیبو مشخصش می‌کردیم حالا اینجا دنبال آرسی می‌گردم که قیمت رو هول داده و به بالاترین های خودش رسونده و اینجا دنبال همین اتفاق به صورت که الان توضیح داده شد خدمتتون می‌گردیم که اینجا یک رنجی پیش بیاد، قیمت هولد بشه به بالاترین های برسه و در شکستش کینکی که تشکیل میشه کینک آرس و ما از اون آرس کینک به عنوان جای درست قرار هست استفاده بکنیم و جای درست رو شناسایی بکنیم. پس این هم در واقع ناحیه آرس کینک ما که قرار هست از این به بعد برای پیدا کردن جای درست یه مرحله دیگه هم خورد بشیم و آرس کینک داخل اف ال رو پیدا بکنیم. هرچند که بچه جلوتر بریم در مورد در واقع QM که بیشتر با هم صحبت بکنیم میبینیم که ممکنه از در واقع این رفتار و این اتفاق و همه اینها رو تحت عنوان QM هم همین موضوع رو با هم بشناسیم، ولی فعلا تحت عنوان RS در واقع چون ساپورت رزिस्टنس اینجا وجود داره و این ساپورت رزिस्टنس شکسته میشه و کینکی تشکیل میشه و اون کینک شرطش اینه که بچا برگرده جای درست رو برداره. این کینک این شکلی تشکیل شد، این اختیار شماست، این ناحیه رو به دست بیارید، طبیعتاً اینجا این اتفاق رو خواهید دید و این حواستون باشه. این من دوباره تاکید بکنم که این باید آرس کینگ بشود. در صورتی که افتیار باقی بماند چه می‌کنیم؟ در صورتی که افتیار باقی موند همون افل قبلی خودتون رو شما ازش استفاده می‌کنید. پس دو تا شرایط اونجا پیش میاد که من اینجا بزرگترش رو کامل بکشم. در واقع من دارم اتفاقات داخل فلگ لیمیت رو رسم می‌کنم که اتفاق اول به این صورت هست که قیمت یه افل داریم، هولد میشه به بالاترین های میرسونه، قیمت میاد زیر افل رو میزنه، تبدیل به آرس کینک میشه و دراپ اتفاق میفته که اگر این اتفاق شد این جای درست ما خواهد بود. و حالت دوم در صورتی که این کینک به صورت افتیار باقی موند جای درست ما همین فلگ لیمیت اولیه خواهد بود. خب حالا با این توضیحات بریم چند تا افل پیدا کنیم، یعنی اون فلگ لیمیتایی که قبلا پیدا می‌کردیم و نشون می‌دادیم که قیمت به جای درست برگشته، حالا با استفاده از آرسی که داخلشون وجود داره این دفعه می‌خوایم جای درستا رو پیدا بکنیم. من شماتیک رو پاک بکنم و مثال پوند رو یه بار دیگه با هم بررسی بکنیم. خب پس من های مشخص کردم، گره پایینی برای من شد دی پی. بذارید دی پی رو هم مشخص بکنم برای اینکه اون اتفاقی هم که در موردش صحبت کردیم توی دی پی هم ببینیم. من فقط دوباره تاکید میکنم بچه‌ها این افتیاری که روی دی پی میخواد تشکیل بشه این چیزی نیستش که قراره تریدش بکنیم، چون گاهی وقتا ممکنه که یه ذره قیمت برگرده و همینجا رو برداره و الکی یه استاپ خیلی ناخوشایندی رو اینجا نصیبمون بکنیم. خب چند تا تیپس و در واقع نکته برای اینکه خیلی سریعتر ما بتونیم آرس ها رو پیدا بکنیم تو تایم بالا، خیلی سریع بتونیم آرس رو تعیین بکنیم، نیازی به پایین رفتن نداشته باشیم، هرچند که معمولا دوست داریم به تایم پایین مراجعه بکنیم. اگر در همین تایم بالا من در واقع این کینک رو ببینم و بخوام حدس بزنم که آرس کجاست، طبیعتاً کندلی که بالاترین های رو زده در صورتی که شادوی لانگ باری داشته باشه از شادوش استفاده می‌کنم
یا به عبارت بهتر در واقع آرس کینک روی مشترک اوپن کلوز این دوتا کندل معمولا داره تشکیل میشه. پس این ناحیه رو میگیرم که در واقع این خود آرس هم باشه و اون ناحیه به عنوان استاپ هم باشه. پس ما اختیار اولیه رو انتظار داریم که در واقع روی این سطح خورده باشه. من دی پی رو پاک کنم و یه جای درست هم برای اینجا می‌خواستیم پیدا کنیم. الان اگر از همین تایم فریم، این تایم برگردم بالا، اگر از همین تایم بخوام چشمی حدسش بزنم که کجاست، موس یاری نمی‌کنه. من این ناحیه رو مشخص کنم. خب این در واقع جایی که انتظار داریم اختیار تشکیل بشه، یعنی انتظار داریم که یک چنین اتفاقی شکل بگیره. این باکس افل هم من پاک کنم که فقط این ناحیه‌مون بمونه. یکی این ناحیه رو میخوایم و داخل اینجا اگر بخوایم از تایم بالا یه ضرب در واقع جایی که آرس وجود داره رو الان حدس بزنیم، صحبت شد که ما به مشترک اوپن کلوز دو تا کندل کنار هم نیاز داریم. برای مثال مثلا من اگر اینجا رو به عنوان آرس الان در نظر بگیرم، این اتفاقی که اینجا نشون دادم شکل نگرفته، اما اینجا من مثلا میتونم حدس بزنم که در دل این بالا رفتن یه ساپورت رزिस्टنس توی این ناحیه وجود داشته که قیمت رفته بالا، برگشته شکسته کینک آرس رو تشکیل داده و دراپ کرده، بعدن هم که برگشته و این گلف رو ازش عبور کرده. پس این حالا طریقه حدس زدنش از تایم بالا خیلی هم آنچنان چیز مهمی نیست، چرا که همچنین میتونیم بریم تایم پایین و کینک رو خیلی واضح و راحت پیدا بکنیم. ولی از تایم بالا بعضی وقتا من حالا جلوتر بریم میبینیم که چشمی همینجوری یه خط میندازم و میگم اینه و این کارم شاید جلوتر انجام بدیم. خب حالا که اومدیم تایم پایین، بذاریم هر دو رو مشخص کنیم. حد زدنش از تایم بالاش بماند، طبیعتا خودتون به تجربه به دستش میاریم. خب اینجا قیمت رفته بالا، برگشته پایین. اگر دقت کنید رالی، بیس، رالی، پس اینجا یک رالی انجام شده، شکست این لو این کینک رو داره به من میده و این کینک برای من در واقع تبدیل میشه به آرس کینک. این ناحیه‌ای هستش که من از دل اینجا میخوام ازش در واقع واکنش اول رو بگیرم. معذرت میخوام، من اینو رنگی کنم بدم جلو. میترسم یه تایم دیگه برم پایین. خب آرس برای بالا بخوایم مشخص بکنیم، قیمت اینجا رو رفته، اینو برگشته، این لویه که بالاترین هایو زده، بعد از شکسته شدن این لو این کینک تشکیل شده است. از اونجایی هم که این کینک به صورت اختیار نیست، پس از کل این کینک من میتونم به عنوان ناحیه جای درست خودم استفاده کنم. به این صورت مشخصش میکنم. اینها پس این فلک لیمیتمه و اگر جلوتر بریم در ادامه مباحث من سعی میکنم دقیق شدن روی هر کدوم از اینا و دوباره بهینه تر کردنش و همین دارم صحبت کنیم. فعلا کلیت ماجرا رو بگیریم که ما قراره اینجا یه ساپورت اند رزिस्टنس تشخیص بدیم، لویی که بالاترین هایو زده، در شکستش یک کینک به ما میده، این کینک رو پیدا بکنه و به جلو امتداد بدیم. حالا اینکه آیا میشود اینو دوباره بهینه ترش کرد و استاپای تایتری براش انتخاب کرد، فعلا الان امون بدیم بچه‌ها که خود جای درست مسئلهش حل بشه، که بدونیم جای درست دقیقاً کجاست، در واقع یه جایی بهتر از اون ناحیه 60% حدودیه داشته باشیم. بعداً هر چه جلوتر بریم جزئیات بیشتر که اضافه بکنیم، در واقع این ناحیه رو ما میتونیم تایتر و تایتر و تنگتر و تنگتر کنیم. پس فعلا اینجا ببخشید جان دلم، این ابزارا هست، بچه‌ها گفتن اینو یکم ببرید بالاتر، بعضی از نواحی معلوم نمیشه این ابزار. آها
آره. خب پس من مرسی، الان ببخشید واسه خواهش رفت. میکنم من الان 2 تا ناحیه به دست آوردم. از دی پی انتظار دارم که برای من FDR رو بسازه و قیمت حرکت کنه. از جای درستم طبیعتاً تور ساپلای اند دیمند واکنش اصلی رو انتظار دارم. این شد کل در واقع بحثی که مربوط به جای درست و اتفاقات این جلسه هست. من حالا همه اینا رو ببریم جلو تا ببینیم چیکار کردیم. در واقع این واکنشی که برای این حرکت اول لازم داشتیم، این هم جای درست دوممون هست که حالا بریم جلوتر که به این صورت این هم در واقع جای درست دومه. خب من از کجا باید تشخیص میدادم که این همچنان FDR هست و به جای درست برنگشته؟ طبیعتاً گفتم این کلاً ترید کردن این داستان خارج از برنامه ماست. این ناحیه هم که ما فعلا خیلی سنس و چیزی نسبت بهش نداریم. من یه آرس بلدم و چیزی که واضحه اینه که قبل از رسیدن به آرس فیک ساپلای اند دیمند تشکیل شده. اینا هیچ کدوم به این ناحیه نرسیدن و پس ناحیه درست من در واقع جای درست من تبدیل میشه به این ناحیه. آیا نیاز بود که من برم تو دل این کینک، در واقع این کینک آرس از اینجا یه ناحیه درارم؟ خیر، نیازی نیست. ما همون جای درستی که از سمت چپ به دست آوردیم رو به عنوان جای درست میپذیریم و همونجا رو نگه می‌داریم. اگر اینجا مثلا داخل این کینک اگر اینجوری شکل گرفته بود، مثلا 2 متر رفته بالا مثلا و این برگرده، حالا چی کار میکنیم؟ هیچی، دوباره جای درست شما همینجاست، شما هیچ کاری نمیکنید. آیا لازمه داخل این کینک برم نواحی درارم؟ نه. چه میدونم از کجا بدونم که قراره تو دل این کینک اینر کار کنه یا MPL کار کنه؟ لازم نیست بدونید. شما جای درست رو از چپ نگه می‌دارید، روی هر کدومش افتاد همون کار میکنه. پس اینم نکاتی که در واقع مربوط به این بود. بریم چند تا نمونه دیگه هم اینجا با هم ببینیم. حالا من سعی میکنم بریم همون مثال در واقع همین M1 که اینجا با هم دیدیم. حالا شروع بکنیم با در واقع این تعریفی که ارائه کردیم، این ناحیه رو به دست بیاریم. خب اگر از سمت راست ببخشید از سمت چپ اشتباه نکرده باشم، بله این گره به علت شکست این لو تشکیل شده. پس من دارم این کینک رو به عنوان FL میگیرم، کینک قبلیش رو دارم به عنوان DP در نظر میگیرم قبل از شکسته شدن این لو برای من تشکیل شد. خب پس فلگ لیمیت رو پیدا کردم. در کپس پایینی که قیمت میخواد بچرخه، در این کپس پایینی باید یک ساپورت رزिस्टنس وجود داشته باشه که این ساپورت رزिस्टنس داره میشکنه به علت شکست ساپورت رزिस्टنس. در واقع آرس داره تشکیل میشه و اون آرس در واقع همون جای درست برای ما هست. من حالا همینجوری در واقع اینجا آرسی هست که شکل گرفته، این هایی هست که پایین ترین لو رو زده دیگه. M1 این بچه نه من کینک اینجاشو میبینم نه کینک شکستش خیلی برام واضحه که کجاست، ولی به صورت تخمینی و تقریبی حالا ان شاءالله که درست گرفته باشیم، در واقع یا کینک همینه و این افتیاریه که من دارم میگیرم پشت این یه نقطه بخوره، یا اینکه همین RSFLمون دیگه M1 یه کوچولو تایم فریممون زیادی پایینه و اینجا اون در واقع فلگ لیمیتی که اینو هول داده به این پایین رسونده رو نداریم تا ببینیم که این به جای درستش برگشته یا نه. ولی در واقع این ناحیه آرس پایین من چارتم برعکس بکنم برای اینکه ببینیم در واقع یک ساپورت رزिस्टنسی اینجا وجود داره که شکسته شده به علت شکستش. این کینکی که من گرفتم شاید الان FTR باشه، یعنی قیمت شاید پشتش رو بزنه. فعلا برامون اهمیتی نداره چون در واقع FL اینجا رو نمی‌بینیم که بخوایم تشخیص بدیم اینجا FTR هست یا نه. این جای درستی که در واقع برای این چپ داریم که اینا همین اتفاقی هم که الان در موردش صحبت کردیم افتاد. یعنی چون FTR رو گرفتم پوینت پشتش خورد. حالا از اینجا هم خیلی مشکوک میزد که FTR باشه چون اصلا در واقع حتی این سطح رو هم تاچ نکرده بود. پس خلاصه داستان یه آرسی ما داریم در واقع اینجا قبل از اینکه اینجا قیمت کپس بکنه. حالا من خود لاین آرس رو خط میندازم، کینکش رو دیگه نمیبینم که کینکش رو بگیرم، خود آرس رو خط میندازم و این جای درست فلگ لیمیت من جای درست برداشته شد. پس پروتکتد های اند لو. پس از این های اند لو صحبت کردیم که قرار هست حفاظت بشه چرا که جای درست رو برداشته
جای درست بچه فلگ لیمیت هم پیدا کردیم که جای درست دی پی رو پیدا نکردیم، اون اشتباه رو انجام ندیم. مثلا الان توی اینجا می‌بینین اگر حالا بریم جای درست دی پی رو برداریم احتمالاً به این ناحیه برسیم، یعنی در واقع این های لو هایر های لو لو، در واقع احتمالاً باید ما به این ناحیه اولیه برسیم یا باید به یکی از این دوتا برسیم. در واقع اگر بریم از تو دل دی پی اون ناحیه رو دراریم که گفتیم مثلا داستان خارج از اون چیزیه که ما قرار هست ترید بکنیم، چرا که وقتی خب میدونیم قیمت برمیگرده زیرش رو از یه جایی میزنه بعد حرکتش رو ادامه میده، دیگه چه کاریه که من این مسیرم بخوام یه ذره وای میسم حرکت اصلی رو بگیرم. حالا من از چپ چارت چک بکنم. خب این در واقع کینک دی پی که ازش صحبت کردیم و اینجا میبینیم یک ساپورت رزिस्टنسی وجود داره، اینجا ساپورت رزिस्टنس وجود داره، این هاییه که قیمت رو به پایین‌ترین لو رسونده و شکر خدا آرس هم اینجا تشکیل نشده. چرا نشده؟ چون این سطح من بوده قبل از شکست دی پیه، من اینجا یه فلگ لیمیت میخواستم که برگشته باشه به این و بعد حرکت کرده باشه، یعنی توی M1 شاید توی چارت تایم پایین‌تر اینجا یه شادو به این برگشته و بعد این دراپ شکل گرفته که نداریمش، برای اینکه در واقع آرس رو بخوایم تشخیص بدیم. من همین خط رو یه امتدادش میدم به راست، خیلی کاری بیشتر از این نمیتونم بکنم برای در واقع این ناحیه. اگر دقت بکنین مثلا ترید کردن در واقع این حرکت اولی که جای درست دی پی هست معمولا هم اختلاف داره، هم خیلی دقیق نیست، هم خیلی کار عاقلانه‌ای نیست و هم داخل تریدینگ پلن اون نیست. بخاطر همین همیشه صبر بکنید برای جای درست اصل کاریتون، خیلی روی این فوکوس نکنید. بعضی جاها انقدر دقیق در میاد که آدم گول میخوره که همیشه اینو بگیره، ولی من دوباره بهتون پیشنهاد میکنم وین خیلی جالبی نداره، این کارا رو نکنید. صرفاً بابت اینه که درکش کنیم که اگر حرکت اول رفت از کجا رفت، یعنی غافلگیر نشم که چرا این کارا رو کرد. خب پس اینجا دیدیم جای درست برداشته شده و اومدیم گفتیم که خب فلگ لیمیت اینجا مشخص کردیم که یه فلگ لیمیت اینجا داریم. خب این کینک حاصل از شکست در واقع لو هست. کینک قبلی دی پی برام در نظر گرفته میشه، این کینکیه که حاصل از شکست لوه. پس میرم تو دل اینجا خب این فلگ لیمیت هم من فلگ لیمیت رو مشخص کنم. خب سریع‌تر بکنم برای اینکه بهتر با هم ببینیم. خب گفتیم باید یه آرس اینجا وجود داشته باشه، یه ساپورت رزिस्टنس اینجا وجود داشته باشه که قیمت رو هول داده به بالاترین های رسونده. نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها، اگر گرهی که قیمت رو هول داده و به بالاترین های رسونده رو نمی‌بینید، شما در واقع هایی که پایین‌ترین لو رو زده رو می‌بینید. احتمالاً ساپورت رزिस्टنس همینجاست، در واقع همینجا سطح فیلیپ شماست که قیمت داره هول داده میشه به بالا، شکسته میشه، بعداً هول داده میشه به پایین. پس در واقع کینک آرس شما باید یه جایی حاصل از شکست همین سطح باشه. جای درست. ببخشید من یه لحظه ماوسم. خب عالی، این در واقع جای درست ما و من خود فلگ لیمیت هم مشخص کنم که ما این کینک رو به عنوان FL در نظر گرفتیم و اینجا جای درستی بود که پیدا کردیم. خود اسنار در واقع اینجا رو من خط بندازم
و این هم اسناری که صحبت کردیم اینجا وجود داره. پس اون ناحیه 60% که ما میگیریم و در واقع یه ذره بالاتر از 50% داریم در نظر میگیریم، در واقع آرسی هستش که قیمت رو هول داده به بالاترین ها، یا آرسی که به پایینترین لو قیمت رو رسونده و داریم در واقع این آرس رو به صورت حدودی و تخمینی با اون ناحیه 60% پیدا می‌کنیم. اما جای درستی که دقیق میریم درش میاریم و پیداش می‌کنیم همین ناحیه‌ای هستش که اینجا خدمتتون معرفی شد. جناب همتی میتونم یه توضیح بدم؟ صداتون خیلی اکو شد. فقط من به نظرم یه لحظه سوالتون رو نگه دارین، من یه 3-4 دقیقه بحث رو جمعش کنم، بعدش بریم سراغ سوالایی که یه انتخاب پیشنهاد بوده. کوچولو داشتم. مایکتون اگه میشه ببندی من ممنون میشم، خیلی صداتون اکو میشه، من هیچی متوجه نمیشم. یه پیشنهاد کوچولو داشتم. این چارتی که شما مرتب جابجا می‌کنی، اگر فقط روی یه روند کار کنی، چون ما یا چپ مغزیم یا راست مغز، اینکه جابجاش می‌کنی ما عقب میافتیم. یعنی شما یا سل ببینید یا بای ببینید که ما بهتر بتونیم. آقای مولایی ببخشید، آقای مولایی فکر می‌کنم کوچیک شما ببخشید دیگه آره خواهش می‌کنم. این نظر شماست. روند درس بزنید بره جلو، اگه چیزی هست حالا یا تو کامنت یا هر جا بذارید که من جواب میدم. خب دو طرفو باید ببینیم. آره دو طرفو باید ببینیم، یه طرف نمیتونیم فقط با یا سل ببینیم. این خیلی پیشنهاد جالبی نیست، یعنی مارکت دو طرف است. مرسی ببخشید، متشکرم. همینجا بفرمایید. خب من بچه‌ها مجددا فلگ لیمیت دارم اینجا، هولد قیمت اتفاق افتاده، قیمت رفته بالا، بر اساس موضوعی که صحبت کردیم قیمت بره این زیر. من دنبال اینم که جای درستم رو داخل افل بتونم پیدا بکنم و بگیرمش. خب جای درست صحبت کردیم، باید یک لوی وجود داشته باشه که قیمت رو در واقع لوی هست که بالاترین های رو ثبت کرده. الان اینجا رو نگاه کنیم، قیمت این های رو اومده بالا، برگشته این لو رو زده، این های رو رفته بالا اومده پایین. اینجا در شکستش کینگ آرس رو می‌بینیم که تشکیل داده. حالا باز هم اینجا حالا 4 ساعت هست، نیاز داریم که یه تایم پایینترش رو بهم بده که من ببینم آیا این کینگ افتیاره، که اگر افتیاره طبیعتاً هایش به عنوان جای درست برای من در نظر گرفته میشه، یعنی همچنان جای درستی که اینجا وجود داره برام باقیه. در صورتی هم که خود این کینگ تبدیل به RSFL شده که خود این کینگ رو من ازش به عنوان جای درست استفاده میکنم. چیزی که چشم من تشخیص میده اینه که این کینگ افتیار نیست، چون اگر افتیار بود در واقع اینجا هانت میشد و دراپ اصلی شکل میگرفت. چون در واقع این های همون پروتکتد های منه و جای درست رو برداشته، میبینم که قیمت برگشته توش واکنش داده رفته پایین، اینجا مجددا چند بار تونسته قیمت رو هولد بکنه. پس از همین دیدن اینجاهای قیمت هم نیازی نیست حتما من برم تایم پایین اینجا جای درست رو درارم ببینم این شد نشد، این کارا رو هم لازم نیست بکنم. از اینکه این اتفاقای اینجا رو هم ببینم میتونم حدس بزنم که این جای درست رو برداشته، اگر بر نداشته بود اینجا هولد قیمت رو انجام نمیداد، چند مرتبه قیمت رو پایین نگه نمیداشت و اگر افتیار بود انتظار هاند شدن و بعد دراپ و ثبت پایین ترین لو رو داشتم. پس این کینگ جای درست خودش رو برداشته، پس طبیعتاً خیلی انتظار ندارم که در واقع های زده بشه و این ناحیه جای درست من هست. طبیعتاً هم یه کوچولو یه سری چیزا باقی مونه برای اینکه یه ذره جای درست‌تر و دقیق‌تر و بهتر و اینا بکنیم، ولی فعلا همینجوری داشته باشیم که شما اگر آرستون رو پیدا کردین در واقع اینها، این لو، این هایر های، این لو و اینجا سقف زده شد، قیمت چرخید. خود اسنارتون هم میتونین خط بندازین و از خود اسنار هم به عنوان نقطه ورود استفاده بکنید. حتما لازم نیستش که بتونین خیلی اینجا رو تایت و دقیق بکنید و خود اینجا رو بگیرید استاپ اینو بگیرید ورود، یعنی استاپ اینجا باشه به جایی بر نمیخوره. اینقدر که حرکت خوبی هست و آر به آر مناسبی هست، حتما لازم نیستش که اینجا خیلی دقیق و همه چیز با جزئیات خیلی فوق العاده و اینا پیش بره. صرفا ما فقط می‌خوایم شما RSFL رو بتونید تشخیص بدید. RS داخل فلگ لیمیت، داخل فلگ لیمیت جایی که قرار هست بیاد جای درست برداشته بشه. یعنی پس الان جای درست رو داریم تعریفش می‌کنیم که جای درست ما RS داخل فلگ لیمیت ها هستن، یا RS پایین وجود داره یا RS هم بالا وجود داره. اگر قیمت رفت زیر FL طبیعتاً RS بالا برای ما مد نظره و حالت اگر توی حالت
به این صورت بودیم و میرفتیم بالای قیمت، طبیعتاً این پایینیه رو ما دنبال این آرس پایینی می‌گشتیم. خب پس اینجا آرس، اینم خود اسنار. حرکات رو دقت کردیم دیگه بچه‌ها، یعنی حالا این 4 ساعت هست دیگه، خودتون اینا رو ببرین تایم پایین، جزئیات حرکت رو ببینید. یعنی این رفته بالا، اینو برگشته پایین، اینو رفته بالا، اشتباه کشیدم، اینو رفته بالا، اینو برگشته پایین، اینو رفته بالا، اینو اومده پایین. اینجا خود اسناره، بالاترین های ثبت شده، اینجا شکسته شده، اینجا آرس شکل گرفته و بعداً هم که هولد کرده و قیمت اومده پایین، نهایتاً این گل فری تریس و ردش کرده. پس خیلی هم لازم نیست من برم تایم پایین پوینت ماجرا رو بکشم بیرون و خیلی دقیق شم و از این کارا. همونطور که صحبت کردیم از قیافه تایم بالا هم شما میتونین حدس بزنین که آرس کجاست. یعنی الان شما چشمی نگاه کنین چند تا اوپن کلوز نزدیک به هم دارم میبینم که بعداً اینجام تبدیل به سطح فیلیپ شده. یعنی آرس من همینجاست، از تایم بالا کامل مشخصه که اسنار شما کجا قرار گرفته. پس آرس افل هم در واقع همین ناحیه. حالا این همه گفتم، بریم راست ببینیم در واقع قیمت چیکار کرد. خب خیلی عالی. خب قیمت خارج شد، اینجا از افل رفت بیرون، برگشت لوی های نقدینگی، اومد پایین‌تر و اومد جای درست ما رو برداشت. یعنی همین آرسی که از تایم بالا در واقع همین شادو رو خط انداختیم رفتیم راست، به اندازه کافی دقیق بود. حالا میگم چشم منم یه آرس این شکلی میبینه که شاید قیمت تا چش نکنه و خیلی دیگه بخوایم دقیقش کنیم و حساس بشیم. در واقع این ناحیه‌ای هستش که به عنوان جای درست در نظر داریم و این میشه جای درست داخل فلگ لیمیت هایمون. بچه اگه روی صفحه من چیزی نکشید ممنونتون میشم. پس این هم داستان جای درست. پس تا اینجای بحث بچه ما به چند تا موضوع رسیدیم. یکی فلگ لیمیت ها هولد میکنن. بعد از اینکه فلگ لیمیت ها در واقع هولد کردن معمولا رنجی تشکیل میشه، به علت شکست رنج کینکایی داره تشکیل میشه و بر اساس این FL ما یک جای درستی داریم که جای درست در واقع بهترین جایی هستش که قصد داریم تریدش بکنیم و وارد معامله بشیم. یه نکته خیلی 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 مهمی که در مورد آرس وجود داره بچه، اینو به شدت تمرین بکنید، خیلی سعی کنید روش دقیق بشید، خیلی سعی کنید خیلی سریع بتونید پیداش بکنید و چشمی پیداش بکنید، حدسش بزنید. به این علت که حالا جلوتر میریم من مثالایی بهتون نشون میدم که برای مثلا شما فرض بکنید یک شرایطی دارید که این های رو میتونید پیدا بکنید و این های رو ترید بکنید، ولی جلوتر میریم و میبینیم که اگر این های رو ترید بکنید وارد چنین پروسه‌ای میشید که از اینجا شما قیمت 2 متر میرین تو سود، برمیگردین همه رو پس میدین، اینجا شما به زمین و زمان دارین شک میکنید که چی شد، این درست گرفتم نگرفتم، جای درست زده، چرا اونو هانت نکرده، فیجی بالاش چی میشه و از این بساطا. ولی اگر همین رو رها کنید و بیاید آرس این انتها رو ترید بکنید، طبیعتاً از نظر زمانی بسیار بسیار کمتر شما درگیر در واقع حرکت قیمت شدید و حرکت شارپتری گرفتید، خیلی کمتر علافی کشیدید. از خیلی از جهات در واقع این آرسی که معرفی کردیم و وجود داره و این جای درستی که داخل افل ها وجود داره برای ما بسیار بسیار بهینه‌تره و جذاب‌تره که بریم اینا رو بگیریم به جای اینکه تلاش بکنیم نوک قیمت رو بگیریم و این ریتریس‌های اساس پورکن رو بکشیم. که من حالا دوباره مجددا تاکید می‌کنم که برسیم به قصه تریدینگ پلن و وارد اون داستان بشیم، تعریف می‌کنیم که چک لیست بذاریم که کجا رو می‌خوایم ترید کنیم، چه شرایطی رو بگیریم، کجا رو نگیریم، چی رو پرهیز کنیم و خیلی وقتا ارزش ترید کردن این شادو بسیار بسیار در واقع اگر من بتونم این شادو رو بگیرم بسیار بسیار ارزشمندتره تا اگر بتونم این شادو رو بگیرم. حتی اگر این شادو آر بهتری در اختیار من قرار بده، باز ترجیح من اینه که بیام و اینجا رو بگیرم. چرا؟ چون ترید کردن این ناحیه هزاران بار سریعتره، هزاران بار استرس کمتری داره، قیمت خیلی رفتارش رو واضح کرده. این شما خیلی چیزا رو دیدید برای اینکه به این نتیجه برسید که آقا اینجا رو دیگه بگیرم
و حالا بریم جلوتر، همینا رو با هم صحبت میکنیم. البته من چیز بدی هم مثال زدم، یعنی یه موضوعی رو مثال زدم، نوعی از فلگ لیمیت رو در واقع اینجا مثال زدم که هنوز بهش نرسیدیم. احتمالاً شما در مورد اینکه این شادو چرا اومده زیرش، این هولد نکرد و اینا الان باید به من گیر بدیم، ولی اگر فعلا در واقع این اتفاق رو از من بپذیرید که اینم میتونیم به عنوان فعل در نظر بگیریم، فعلا بهش نرسیدیم و تمرکز اون رو بذاریم روی اینکه آرس در واقع اینجا رو پیدا بکنیم. چیزی که صحبت کردیم از تایم بالا، شادوی اینجا می‌بینین اوپن کلوزای پشت سر هم، اینجا قیمت رو هولد داده، پایین‌ترین لو رو زده، پس اینجا واقعا یک اسنار وجود داره. هرچند که حالا بریم تایم پایین اینجا کینگش رو گیر بیاریم، طبیعتا ناحیه بسیار دقیق‌تر و بهتریه. من اینو پاک کنم. در واقع اگر این نقطه ورود این استاپ ما باشه، این آرس کینگ هم بخوایم اینجا در نظر بگیریم، در واقع حالا این نقطه ورود و این استاپ، من یه تایم کم بکنم، من تایم کم نمیدونم. خب این هاییه که پایین ترین لو رو مثلا این لو اینجا بچه. فعلا من دوباره تاکید میکنم و فعلا چیزی که مد نظر ماست در واقع آرسی هستش که اینجا وجود داره. قرارم نیست با استاپ آرس ترید بکنیم، چون گاهی وقتا اون آرس کینگی که شما مشخص میکنید افتیار پشتش هانت میشه. برای اینکه فعلا درگیر اون ناحیه نشیم، استاپ پشت کل فعل نگه دارید تا بریم جلوتر و یه چند تا تریک راحت‌تر و بهتر و اینا وجود داره برای اینکه نقطه ورودمون رو از این چپ دقیق‌تر بکنیم به نسبت حتی آرسی که از این پشت میتونیم پیدا بکنیم، که دیگه اینا رو فرصت بدیم که داستان بره جلو، به یه جنبندی برسیم و کلیات ماجرا رو بفهمیم، بعد بتونیم جزئیات بیشتر هی بهش اضافه بکنیم. که اینجا هم تو این دقیق کردن زیاد می‌بینیم که این بلاها سرتون در میاد که همین خود فلگ لیمیت اینجا رو می‌گرفتیم سنگین‌تر بودیم به این صورت. خب بچه‌ها، بحث این جلسه رو من تو همینجا نگه می‌دارم. پس ما آرس رو صحبت کردیم، در مورد آرس که ساپورت رزिस्टنس ها مد نظر ما نیستن و چیزی که برای اون مد نظره در واقع جایی هستش که چرخش قیمت اتفاق میفته، پیوت شکل میگیره و جایی که پیوت شکل گرفت ما میدونیم یک لوی وجود داره که بالاترین های رو زده و برعکس هایی وجود داره که پایینترین لو رو زده و در شکسته شدن در واقع این نواحی کینگ هایی به دست میاد که در صورتی که به جای درست برگردن برای ما تبدیل به RSFL خواهند شد. در صورتی که به جای درست در نگردن طبیعتاً RSFL نیستن و کینگ افتیارن. فرضاً من الان دارم فلگ لیمیت اینجا میبینم که قیمت رو اینجا هولد کرده، بالاترین هایو زده، من الان اینجا یه RSFL پیدا کردم. حالا این RS قرار بعداً ازش زیاد استفاده بکنیم دیگه. یکی از کاربرداش در واقع برای جای درست بود. الان کاری که اینجا داریم می‌کنیم متفاوته. حالا اینجا قیمت رفته ریخته پایین، آیا این جای درست برداشته شده؟ جای درست داخل این فلگ لیمیت، یعنی داخل خود آرس آیا جای درست برداشته شد؟ این چیزی که اینجا می‌بینیم خیر. پس آیا لوی نقدینگی، پس جای درست داخل اینجا که الان دیگه RSFL من این رو نمیتونم پیداش بکنم دیگه، فقط چشمی حدس میزنم احتمالاً این کینگ هم به علت اینکه قبل از شکست این لو افتیار باشه، پشتش نقدینگی وجود داشته باشه، هانت بشه، پس در واقع اون نقطه ورود شاید هم جای درست رو گرفته باشه دیگه. تایم پایین نرفتیم ببینیم که این افتیار یا در واقع دی پی یه پوینت تو پوینت این برابر رو کوتاه بینیم و به این صورت می‌خوایم از آرس ها استفاده بکنیم. خب پس قصه آرس رو فعلا همینجا نگه می‌داریم و در خیلی کوتاه و سریع سوالایی که هست رو برسونیم به محمد رضا. همونطور که گفت محمد رضا همه سوالا رو بخونه، حالا چه محمد رضا چه کامران عزیز، بعد اونایی که تکراری نیست و مربوط به بحث جلوتر نیست و اینا رو الان بشینیم با هم بررسی بکنیم. استاد نمیشه همینجا بپرسیم؟ فقط مرتبط بشه. خب دوستان، ما الان تقریبا و دقیقاً 1.5 ساعت که این جلسه رو بردیم جلو.
سوالا رو هم یه 3-4 تای ادمین برای من فرستاده. بریم یه استراحت کنیم، بیایم جلسه دوم ببریم جلو، آخری سوالا رو بپرسیم. باز اگه سوالی چیزی بود برای ادمین بفرستین، چک میکنه، برای من میفرسته، من اینجا چک میکنم و سوالا رو ببریم جلو. 9 بیایم خوبه؟ 20 دقیقه استراحت 20 دقیقه استراحت خوبه. بریم محمد که رضا 9 برگردیم. جانم داداش نمیشه خودمون هم اینجا بپرسیم؟ ما الان به اون چجوری تو متن توضیح بدیم سوالمونو؟ والا سوالتون از حقیقتش متن بفرستین سوالمو دیگه. با صدام به زور میرسونم، حالا فکر کن بخوام با متن برسونم. آخه همه این همون اعتراض وایس رو داشتیم که جلسه وایس بفرستیم مثلا که باش به خاطر بی‌نظمی. آره ببینی الان بخوایم بریم تو پروسه سوال پرسیدن، حالا الان که این جلسه هیچی، جلسه بعدی دوباره میریم تا 2 صبح همگی با هم، یه سری میگم ولی نامربوطه، یه سری میگم محمد رضا مربوطه، جان، نمیدونم. الان فکر نکنم کسی دیگه مبحث جلو بپرسه، نمیدونم حالا آره باز اینجوریه. من بس دیگه الان جدید دیگه در مورد جلو چیزی نداریم بپرسیم. آقا عرفان رو ببند چهارمیخ میپرسه. خیلی خوب بریم استراحت، برگردیم با سوالاتون رو وایس بفرستین. اگه باز ابهامی وجود داشت حالا یا آخرش یه کاری میکنیم دیگه، وایس بدین به ادمین، باز ادمین بررسی کنه. باش. دمت گرم، مرسی. خیلی خوب، خسته نباشین فقط همگی. بچه‌ها من یه چیزی رو همینجا بپرسم. الان قصه‌ای که اینجا صحبت کردیم واضح بود یا خیلی مبهم و عجیب غریب و اینا شد؟ یعنی قصه شفافه؟ ما تا اینجا همه کار قبلی رو داریم می‌کنیم، پاسخ تو منفیه. افل پاسخ منفیه. مرسی. منم نه پاسخ بزرگش مثبت، میری خب. ریز میشی یه نمه منفی میشه. خب فهمیدیم البته که افل رو تفصیلی هم پیدا ندارید، می‌کنیم. تایم پایین ندارین، یه مقدار برای ما مبهم میشه. یه خب مقدار اونش کار مسئله میبره. نیست. اونش مسئله نیست. 80% می‌بینیم که اصلا مافیا. تایم پایین نمی‌خوایم. یعنی از همون تایم بالا مشخصه دیگه اسنار کجاست. شما 4 بار چارت نگاه کنین اسنار داد میزنه که کجاست. آخه ما اف ال پشت اسنا رو میخوایم، نه که خود اون اسناری که رفته هایه رو زده، که درسته؟ خب داخل خودمون فلگ لیمیته دیگه. فلگ لیمیته که مشخص کردیم یه مرزی گذاشتیم بین دی پی و اف ال، همون اول تعریف کردیم. گفتم اگه قبل از شکست بودیم دی پیه. نریم از توی اونجا جای درست دراریم و اون بساطا پیش بیاد. حالا من سوالمو به ادمین میگم. مرسی، دست آره در حتما. نکنه. من فقط بهم بگین که قصه شفاف شد یا نه. یعنی فهمیدیم که داخل اف ال دو تا در واقع آرس داره، یکی بالاش یکی پایینش. حالا بنا به اینی که ما که آره. بایه یا سله، ما این آرس ها رو می‌خوایم دراریم اونجا جای درستامونن، اونا رو قراره تریت کنیم. این اوکیه بچه‌ها؟ آره. استاد من میتونم یه چیز بگم؟ در حد یه چیز اشکال نداره. استاد اگه میشه استاد سوالامون خودمون بپرسیم. آخه استاد خیلی مهد کودکمون بفرستیم به ادمین اون بخواد انتخاب کنه بپرسه. اصلا هر کی میتونه استاد 3 تا سوال پرسه هم سریع بپرسه دیگه، جلوتر هم دیگه نمیپرسیم دیگه واقعا. آقا چون که من اصلا ساعت واقعا شنی هم سوالا دارم اگه جواب میذارم داده تایم نشه دیگه. واقعا در مجموع به نظرم دوره فایده نداره واقعا. چون مثلا من الان خودم 3 تا اشکال تو ذهنمه که قبلا هم مطرح شده الان مطرح شده. مثلا اگه ما جواب اینو نگیریم بریم رو چی تمرین کنیم، یعنی اونجوری دیگه رسما میشه حالت پکیج دیگه. یعنی اگه جذابیتش به همونه که آخرش سوالا میپرسیم دیگه. اگه نه دیگه استاد لایو بودن جلسه و همش میره زیر سوال واقعا. ببین ولی کسی ارفان جلو جان، نپرسه مشکل نداره، ولی متاسفانه یه لحظه بچه من جواب بدم اگه اجازه بدیم. اولا که جلسات پرسش و پاسخ وجود داره، هر سه هستیم و اونجا سوالات و پاسخ میدهیم. این بحث اول. بحث دوم، سوالی اگر براتون هست به خاطر برقراری نظم، ببین ما اولش تو 4 جلسه گذشته همینجوری بردیم جلو کارو دیگه و از این موضوع جواب نگرفتیم، نتونستیم منظم بشیم هممون با هم. حالا که نتونستیم منظم بشیم مجبور شدیم که تغییر ایجاد کنیم. حالا مدرسه‌ای یا هر چیز دیگه‌ای هست من نمیدونم، ولی چون همه با هم نتونستیم توی این موضوع نظم برقرار کنیم و خودمون رعایت نکردیم، مجبوریم که اینجوری ببریمش. این محمد رضا جان جناب آقای ادامه روش بگم. جلسات پرسش و پاسخ هم هست جانم. نه با نه جلسه میدونم. پرسش فرق میکنه جناب آقای روش. در ضمن این خود استاد میتونه مدیریت کنه دیگه. آقا سوالای جلوتر رو جواب ندن، تا یه بار جواب ندن درست میشه. تنها مشکل سوال جلو پرسیدن بود دیگه آقا. آره. مشکل دیگه اگر نبود. استاد همتی همراهی بکنن جواب ندن همه مشکلات حله. ایشون دلشون میسوزه جواب میدن دیگه خراب میشه. استاد با یه جواب این که خب جلسات بحث آینده همینجاست است بچه‌ها. تموم میشه.
تنها بحث مشکل همینجاست. سوال جلو پرسیدن بود. درسته، بحث همینجاست که این سوال جلو پرسیدن خب نمیشه جواب نداد. یعنی سوالی میشه پرسیده بشه بعد ما بگیم نه آقا نمیدونیم مثلا. آقا چرا نمیشه؟ قربونت برم. الان توی ژورنالا جلسات جواب آینده میدن که متوجه حواس میشه. برای آینده است دیگه. اصلا این مورد اصلا بحث جلو ما نداریم. چیزی که توضیح داده الان شد واقعا تو جلو این نداریم. مبحث چیز جلویی نداریم، سوال جلو. یه لحظه بچه رفقا یه لحظه به من سر سکرت جانم. پدر منو در میاری. من میدونم سوال جلو خیلی داریم. اوه همتون میگید. نه اونو متوجه شدیم همگی که آقا اون یه داستانی داره، سکرته که میاد یه آقا، بار. آقا اومد. ببین صدای من هست؟ بله بله. هست آقا جان. ببین ما فرمتی که طراحی کردیم همه اینا رو توش دیدیم، بهش فکر کردیم. به خاطر همین هم هست که